در تاریکی یه شب یک زندگی تمام عیار در لحظه‌ای به پایان میرسه. اما این قتل تنها نتیجه یک تراژدی نبود. این پایان یک بازی مخوف از دستکاری هویت و ترسی وحشتناک بود. هدف فقط کشتن نبوده، هدف نابودی روح یک انسان بود. در پشت پرده این جنایت دستانی پنهان و ذهنی سمی در کار بود که فراتر از یک قتل تمامیت یک خانواده رو هدف قرار داده بود. چه چیزی باعث میشه که یک نفر به چنین تاریکی بی انتهایی سقوط کنه؟ این کریستر کروگ چند ماه قبل از قتلش با شوهرش دنیل کروگ و 3 بچه‌اش اینجا زندگی میکرده. کریستر و شوهرش هر دو آدم‌های تأثیر کرده این و ظاهراً یه زندگی راحت و خوب کنار بچه‌هاشون ساختن. اما پشت درهای بسته مسئله خیلی تاریکی در جریانه که قرار این خانواده قشنگ رو از هم بپاشه. همه چی از اونجایی شروع میشه که کریستل با یه استاکر روانی درگیر میشه، کسی که به طرز بیمارگونه‌ای دنبالش میکنه، هی براش پیام‌های تهدیدآمیز میفرسته و میگه که هر حرکتش رو زیر نظر داره. این افسر اومده ماشین اون رو چک کنه و ببینه ردیاب یا چیز دیگه‌ای روش نصب شده که این استاکر اینطور دقیق ردش رو میزنه یا نه. در واقع استاکر خیلی نزدیکتر از چیزی که کسی حتی فکرش رو بکنه. But like my street looks like this all the time. There's no one out there. Like I know the normal cars. Yeah. So I don't know where he's following me from. Okay. I can only assume a tracker. Nothing jumps out at me. افسر همچنان کل ماشین رو از بالا تا پایین میگرده، اما هیچ چیز مشکوکی پیدا نمیکنه. قبل از اینکه بره چند تا توصیه امنیتی میکنه و به کریستل اطمینان میده که همچنان دنبال ماجراش خواهند بود. طولی نمیکشه که پلیس برونفیلد وسط تحقیقات یه تماس دیگه دریافت میکنه. این بار از طرف شوهر کریستل دنیل که ورود غیرقانونی به خونه‌شون رو گزارش میده. یه افسر میفرستن که بره ببینه چه خبره. بیخبر از اینکه این برخورد شروع یکی از حساب شده ترین قتل‌های تاریخ آمریکا میشه. So as I pulled in, I saw someone run out, jump over my gate and take off that way. Got it. I didn't think to call you until my wife got home recently and we realized the spare key that we keep in the garage isn't there. به گفته دنیل تنها چیزی که گم شده کلید اضافی خونه شونه. اگه یکی اون کلیدو برداشته یعنی کارش تموم نشده و احتمالاً میخواد یه زمانی دوباره برگرده. افسر به دنیل میگه فوراً قفل‌ها رو عوض کنه تا پلیس ببینه این آدم استاکر کی بوده. هیچ کس امشب متوجه نمیشه که این اتفاق اصلاً الکی نیست. این حرکت اول یه نقشه است که شکل گرفتنش ماها طول کشیده و این دزدیه فقط قدم اول بوده. 9 روز بعد از اینکه دنیل ماجرای دزدی رو گزارش میده، همسرش کریستل مثل هر روزش توی چند وقت اخیر یه صبح پر استرس رو شروع میکنه. چند هفته است که داره پیام‌های عجیب و ناشناسی میگیره و هر روز بیشتر حس میکنه که یکی اون بیرون زیر نظرش داره. کسی که تا حالا اسم و رسم نداشته و فقط یه حضور بیچهره بوده که هی به اون نزدیکتر شده. ولی امروز همه چیز عوض میشه. وقتی کریستل بچه‌ها رو برای مدرسه آماده میکنه، قهوه صبحش رو میریزه و راهی محل کارش میشه. گوشیش ویبره میزنه. یه نگاهی به صفحه میکنه و اسم کسی رو میبینه که بیشتر از 20 سال بهش فکرم نکرده. جک آنتونی هالند، کسی که توی نوجوانیش یه مدت کوتاه با اون قرار میذاشته. یه پیام کوتاه و بیمزه از ناکجا. سلام کریستل، من آنتونیم. امیدوارم اشکالی نداشته باشه که دنبالت گشتم. من هر چند هفته یه بار میرم بولدر و گفتم شاید بتونیم با هم دیگه قرار بذاریم. تو اوکی؟ کریستل اولش زیاد جدی نمیگیره. آخرین بار سالها پیش حرف زده بودن و اون موقع هم بی خطر به نظر میرسیده. پس بی خیالش میشه و از اون رد میشه. ولی فردای اون روز همه چیز تغییر میکنه. انگار کابوس کریستل واقعی میشه و شروع میکنه با این فکر وحشتناک زندگی کردن که یکی داره اونو زیر نظر میگیره. حالا دیگه مطمئنه که اون آنتونیه که هفته هاست داره اذیتش میکنه. از اون به بعد کریستل دائما گوش به زنگ میشه. دوربینای خونه رو زیاد میکنه، روی ماشینش دشکم نصب میکنه و هر جا که میره یه عصای کمری مخفی با خودش میبره. اوضاع جوری بوده که تا آخرای اکتبر دیگه تقریبا اصلا نمیخوابیده.
یه فایل اکسل درست میکنه و هر پیغامی که از استاکرش میگیره رو توش ثبت میکنه. بعدش تقریباً 1 ماه میگذره که یه ایمیل جدید از آنتونی بدترین ترس‌هاش رو تایید میکنه. این شوهراته مثل یه پیرزن آروم رانندگی میکنه. باید بیشتر حواسشو جمع کنه. ایمیل یه عکس هم زمینش داره که شوهرش دنیل رو در حالی که سر کارشه نشون میده. حالا دیگه استاکر فقط کریستل رو هدف نمیگیره و افتاده دنبال خانواده‌اش. کریستل میفهمه که دیگه تنهایی از پس این قضیه بر نمیاد. به همین خاطر یک کارآگاه خصوصی استخدام میکنه تا آدرس‌ها و سابقه دیجیتال آنتونی رو پیدا کنه. بعدم توی شب هالووین با پلیس تماس میگیره. کریستل توضیح میده به اون افسر که سالها پیش با یه دوست پسر قدیمی قطع ارتباط کرده بوده. اون میگه که این فرد اخیراً با پیام‌های تهدیدآمیز و حتی عکسی از شوهرش به شدت اون رو مورد آزار قرار داده. کریستل میگه که آخرین بار 5 سال پیش با اون صحبت کرده و بعد از اعلام ازدواجش اون رو بلاک کرده بوده. بعد از اون هیچ تماس دیگه‌ای با هم دیگه نداشتن. بعد از اینکه همه چیز رو برای افسر توضیح میده، افسر همه جزئیات رو ثبت میکنه و پرونده رو میفرسته برای واحد تحقیقاتی اداره. چند ساعت بعد پرونده میرسه روی میز کاراگاه اندرو مارتینز، بازپرس با تجربه‌ای که روی سخت‌ترین پرونده‌های برونفیلد کار کرده، از آدمربایی گرفته تا جرایم خشن. مارتینز برای هفته بعد یه جلسه رسمی با کریستل ترتیب میده، با امید اینکه دقیق‌تر بفهمه چه چیزی داره اتفاق میفته و این آنتونی واقعاً کیه. وقتی کریستل میشینه پای صحبت با مارتینز، مشخص میشه که اوضاع خیلی بیشتر از چیزی که دفعه اول گفته بود بالا گرفته. کریستل به کاراگاه میگه که اون فرد مزاحم تمام عکسای خانوادگی و بچه‌هاش رو دیده و این باعث شده که پروفایلش رو قفل کنه، چون واقعاً ترسیده بوده. اون توضیح میده که این فرد ادعا میکرده که اون با کریستل در رابطه است و حتی خانواده‌اش هم از این رابطه خوشحالن. کریستل به اون گفته که این فکر بسیار عجیبه و بلافاصله اونو بلاک کرده. بعد از اون هم کریستل رو بلاک میکنه و کریستل حساب فیسبوک خودش رو هم میبنده. کریستل میگه که یه گزارش از یه کارآگاه خصوصی دریافت کرده که در اون 1000 شماره تلفن و آدرس‌های مختلف از این فرد مزاحم توش ذکر شده بوده. اون توضیح میده که این فرد بین 3 تا ایالت مختلف مدام جابجا میشده. وقتی کریستل داشت مدارکش رو به کاراگاه نشون میداد، 2 تا نکته فوراً جلب توجه میکنه. اولیش این بود که استاکرش فقط از شماره‌های الکی و رندوم بهش پیام نمیداده. از چند تا خط تلفن و هویت دیجیتالی مختلف استفاده میکنه و هی یه راهی پیدا میکنه بهش برسه، حتی بعد از اینکه کریستل اطلاعاتش رو عوض میکنه. این آدم هر کی که هست خیلی سمج و زرنگه و به طرز ترسناکی مصممه. دوم اینکه چند تا آدرس و چند تا شماره مختلف به دوست پسر قبلیش آنتونی هولند نسبت داده شده. چه از بی‌ثباتیش باشه، چه از این باشه که میخواد از دید مخفی بمونه، همین باعث میشه مارتینز باور کنه کریستل درگیر کسیه که یا نمیخواد گیر بیفته یا داره یه چیز خیلی بدتر و ترسناکتر رو برنامه ریزی میکنه. با توجه به همه اینا، مارتینز مصاحبه با کریستل رو تمام میکنه و میره سراغ بخش دیجیتال تحقیق. برای شرکت‌های ارائه دهنده درخواست رسمی میفرسته که ریز تماس‌ها، لاگ‌های ایمیل و اطلاعات حساب‌ها رو در اختیارش بذارن تا بتونه استاکر رو پیدا کنه. بدشانسی مارتینز اینه که این شرکت‌ها قراره یه اشتباهی کنن که به یه اشتباه مرگبار تبدیل میشه. مارتینز تو اون مدتی که منتظر دریافت مدارک دیجیتاله، تصمیم میگیره یه چیز دیگه رو هم پیگیری کنه. همون ماجرای ورود زوری به گاراژ که دنیل توی سپتامبر گزارش داده بود و یه غریبه ظاهراً کلید اضافی خونه‌شون رو دزدیده بوده. دنیل رو برای یه بازجویی رسمی احضار میکنن تا بفهمن آیا کسی رو دیده که دنبالش کرده باشه یا نه. اما به جای اینکه این قضیه روشن‌تر بشه، قراره که مارتینز چیزای خیلی نگران کننده تری رو در مورد خانواده کروگ بفهمه. 28 روز قبل از قتل. And I guess at what point did she tell you that he recontacted her this last time? It was either November 1st or November 2nd. It was after she had gotten a picture of me at work that she brought me up to speed on that. Gotcha, okay. And the first contact that he initially made with her was back on October 2nd. I guess why that month gap, do you think, before she told you? I'm sure she has mentioned to you that
she and I are going through a rough patch, kind of on the rocks. So probably didn't seem that pressing until it was. Sure. And she didn't mention that to me, that you guys were having a rough time currently. Are you guys in the process of separating, getting divorced, or working through things? To be determined. My brother Matthew is a cop, so I have a retractable ASP steel baton. Yeah. As I said, not right now, but otherwise, it's on me all the time. I sleep with it next to me. I've bought some additional security cameras for the house. So what am I doing? I'm panicking. And I'm doing a shit job of protecting my wife. So I'm not doing good. Yeah, I can see that. So, with that being, I know that Chris Steele, we put her car on a lift on Tuesday afternoon to see if there's any sort of GPS tracking or anything like that. She told me. We couldn't find anything on the car. If Anthony is watching you guys, it's going to be in person from a distance or nearby or however. از واکنش‌های دنیل معلومه که این استاک شدن و آزار به اعصاب اونم فشار آورده. همسرش وحشت زده است، خانواده‌اش انگار طلسم شدن و خودش مونده که اصلا اینا چطوری داره اتفاق میافته. کاراگاه مارتینز بازجویی رو خاتمه میده، ولی چیزی که دنیل گفت هنوز توی ذهنش گیر کرده. اون گفت که تقریباً تا 1 ماه اصلا خبر نداشته که کسی داره تعقیبشون میکنه، تا وقتی که کریستل بالاخره اون ایمیلی رو نشون داده که توش عکس خودش جلوی محل کارش توی اون ضمیمه شده بوده. پس مارتینز تصمیم میگیره دقیق‌تر توی روابط داخل خانواده سرک بکشه و چیزی که پیدا میکنه نگران کننده است. مارتینز میفهمه که این زوج دارن یه دوره سخت رو پشت سر میذارن. هیچ چیز خصمانه یا خطرناکی در کار نبوده، فقط داشتن سعی میکردن مشکلاتشون رو حل کنن، کاری رو انجام بدن که به نظرشون به نفع بچه هاشونه و تا جایی که میتونستن خانوادهشون رو کنار همدیگه نگه دارن. با اینکه این استاکر خیلی چیزا رو در مورد زندگیشون میدونه. مارتینز برای یه لحظه فکر میکنه شاید یکی از آدمهای داخل خونه داره این ماجرا رو دستکاری میکنه و حتی یه لحظه به این فکر میفته که شاید دنیل داره با سر کار گذاشتن زنش با این روش عجیب و غریب سعی میکنه مشکل ازدواجشون رو درست کنه. اما این فکر خیلی زود کنار گذاشته میشه. هیچ مدرکی پشت هیچ کدوم از این حدسا نیست و همه چیز هنوز با آنتونی اشاره میکنه. حتی خود کریستل هم کاملا مطمئنه که دوست پسر سابقش پشت این استاک کردن هاست. تو کل ماه نوامبر استاک شدن ها هی بدتر و بدتر می شدن و کریستل پیام ها و تهدیدهای تازه‌ای دریافت میکنه. کریستل همه چیز رو ثبت میکنه و مدام دوربین هاش رو چک میکنه. اوایل دسامبر بالاخره پیامی بهش میرسه که کمی خیالش رو راحت کرد. برای اولین بار بعد از چند هفته کریستل و خانواده‌اش یک کم احساس آرامش میکنن. به نظر میرسه آنتونی داره عقب میکشه که شاید حتی داره از ایالت میره، اما در واقعیت این فقط آخرین حرکت شخص استاکره تا قبل از اینکه ضربش رو بزنه. هدفش اینه که خیال اونها رو راحت کنه تا گارد اونها رو پایین بیاره. اون روز مثل بقیه روزا شروع شد. دنیل میره سر کار و کریستل هم راه میفته بچه‌ها رو برسونه مدرسه. تو همون چند دقیقه یکی میاد جلوی در، یه تیکه چسب میزنه روی دوربین زنگ در و یواشکی میره داخل خونه. چند دقیقه بعد کریستل برمیگرده خونه، ماشین رو توی گاراژ پارک میکنه و از ماشین پیاده میشه. خبر نداره که یکی توی خونه منتظرشه و همون لحظه‌ای که در ماشین میبنده بهش حمله میکنه. شخص استاکر یه ضربه به سر کریستل میزنه، با چاقو اونو میزنه و خون‌آلود روی زمین رهاش میکنه. بعد از ماها نقشه کشیدن این همون لحظه‌ایه که اون منتظرش بود. اون روز صبح دنیل از دفترش چند بار به کریستل زنگ میزنه ولی کریستل نه جواب میده نه پیام‌هاشو میخونه. چند ساعتی میگذره و هنوز هیچ خبری از اون نیست. برای همین دنیل بالاخره تصمیم میگیره به پلیس زنگ بزنه. Hi there. My name is Dan Krug. I don't think this is an emergency, but this feels really weird. Okay. My wife isn't responding to text messages or phone calls. Okay. We've had threats against us. We have both been targeted by a stalker. Okay. Threats have been made against my life. Okay. And threatening to like kidnap her, which is why I'm Yeah. nervous that she's not answering.
چند دقیقه بعد از تماس دنیل یه مأمور فرستاده میشه به خونه کروک‌ها تا وضعیت کریستل رو چک کنه. همزمان دنیل به مادر کریستل هم زنگ میزنه و از اون میخواد بره به دخترش سر بزنه، بیخبر از اینکه اونو داره میفرسته جایی که بدترین لحظه عمرش رو تجربه خواهد کرد. ولی مأمور زودتر از مادر کریستل میرسه به خونه. خونه ساکت به نظر میاد و مأمور از بیرون چیز غیرعادی نمیبینه، ولی قبل از اینکه تماس رو تموم کنه و بره یه چیزی ته ذهنشون رو اذیت میکنه. پس ماشین گشتش رو یکم میاره جلوتر تا گاراژ رو دقیق چک کنه، جایی که قراره با صحنه تراژیک و وحشتناک روبرو بشه. وقتی مأمور خم میشه که دقیق‌تر نگاه کنه، یه جسد رو میبینه که بی حرکت روی زمین افتاده با لکه‌های خون که روی دیوار پخش شدن. مأمور وارد اون گاراژ میشه و کریستل رو میبینه با یه جراحت خیلی وحشتناک روی سرش. فوراً شروع میکنه به CPR و چند دقیقه سعی میکنه اون رو نجات بده، ولی فایده ای نداره. بعد در گاراژ رو باز میکنه تا امدادگرا بتونن وارد بشن، اما به جای امدادگرا یه نفر دیگه از راه میرسه. به شکلی تراژیک وقتی در گاراژ رو میزنن بالا تا امدادگرا وارد بشن، مادر کریستل یه لحظه داخل رو میبینه، اون قدری که بفهمه مأمور داره روی دخترش CPR انجام میده. قبل از اینکه حتی بفهمه داره چی رو میبینه، یه مأمور دیگه سریع از راه میرسه تا نذاره بیشتر توی این کابوس غرق بشه. Hey, I need you to come over here for a minute, okay? So we can work. I understand. I need you to come on over here, okay? Okay. I know. Do me a favor. Go and sit inside so we can work on her, okay? So we can try to get her the help, okay? What's your name? Linda. Officer in there has been working CPR on her, and I think she's doing okay, My okay? husband called. He did. He's the one that called us and let us know, okay? Go ahead, take a seat for a minute. I'll be right back here, okay? I need to tag out, man. She's got a head wound. I don't know if it's from falling or something else, but probably falling, but I don't know, man. It's a good one. Husband said there was a stalker threatening to kidnap her, so I don't know. وقتی امدادگرا داشتن توی گاراژ کریستل رو احیا می‌کردن، یه افسر بیرون وایساده بود و داشت خانومی که تازه رسیده بود و حال آشفته‌ای داشت رو آروم می‌کرد. افسر خبر نداشت که این مادر کریستله و از چیزی که توی گاراژ دیده شوکه و وحشت زده شده. لیندا بعداً فهمید که هیچ کدوم از اینا اتفاقی نبوده و اینکه روبرو شدن با دخترش توی این وضعیت از اول جزئی از یه نقشه مریض بوده. برمیگردیم داخل گاراژ. امدادگرا هنوز دارن تلاش میکنن کریستل رو برگردونن، بیخبر از اینکه زیر لباسش یه زخم کشنده قایم شده. در حین تلاش برای احیای کریستل، امدادگرا متوجه یه بریدگی عمیق روی سینه‌اش میشن که شبیه زخم چاقوه. یکی از اون امدادگرا اشاره میکنه که این زخم دقیقاً بالای قلبه. بعد اونا متوجه میشن که اون هیچ ضربانی نداره. امدادگرا تصمیم گرفتن که باید اون رو سریعاً به بیمارستان منتقل کنن و وضعیت رو به اطلاع مقامات برسونن. امدادگرا چند دقیقه برای احیا تلاش میکنن تا اینکه میفهمن دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. افسر کنار بدن کریستل توی کیفش یه اسلحه میبینه که حتی فرصت نکرده بوده بهش دست بزنه. وقتی محیطی منسازی میشه، افسرها توی خونه پخش میشن و همه اتاقها رو برای پیدا کردن فرد مهاجم میگردن، اما هیچ کس داخل خونه نیست. وقتی افسرها از خونه میان بیرون، کم کم متوجه یک سری جزئیات ریز میشن که اصلاً با یه جرم لحظه‌ای جور در نمیاد. افسرهای حاضر در محل قتل کریستل در حال بررسی وضعیت بودن. یکی از افسرها میگه که شوهر قربانی گفته یه مرد اونو تهدید کرده و قصد دزدیدن اونو داشته. یکی دیگه میگه که کاراگاه مارتینز درگیر این پرونده بوده و گفته این مورد بسیار پیچیده است. افسرها همینطور در حال ایمنسازی صحنه و انتظار برای رسیدن کاراگاه‌ها بودن. یکی از افسرها متوجه میشه که در خونه به راحتی باز شده و احتمالاً قفل اطمینان نداشته، چون با یه لگد راحت باز شده بود. مامورا سریع میفهمن در باز بوده و یه نوار چسب آبی روی دوربین زنگ در زده بودن. هر کی این کارو کرده معلوم نقشه داشته و آماده اومده بوده. وقتی پلیس همچنان داره صحنه رو میگرده، کم کم بقیه اعضای خانواده یکی یکی از راه میرسن. هر کدوم بیخبر دارن بدترین لحظه زندگی خودشون رو تجربه میکنن. همزمان مامورا خودشون رو آماده میکنن تا خبری رو بگن که هیچ خانواده‌ای دوست نداره اون رو بشنوه. I don't know anything just yet, ma'am. I don't know anything just yet. 121, copy instruction card.
با رسیدن پدر و برادر کریستل به صحنه سنگینی اتفاقی که افتاده روی دوش خانواده میشینه و هر دقیقه هم داره سنگین‌تر میشه. تنها کسی که هنوز خودش رو به محل حادثه نرسونده شوهر کریستل، دنیل، همونی که هفته‌ها از این موضوع میترسید که نتونه از همسرش محافظت کنه. الان هم داره میاد تا خبردار بشه که همون ترسا واقعا اتفاق افتاده. کارآگاه‌ها در حینی که منتظر دنیلن میرن سر صحنه و شروع میکنن برنامه ریختن برای اینکه طرفی که این کار کرده رو گیر بندازن. اونا نمیدونن قاتلی که دنبالش میگردن هنوزم همین دور و بره، خیلی نزدیکتر از اون چیزی که حتی فکرشو بکنن. So I pulled my car around to the garage just to see if her car was in the garage, and I immediately saw her at the base of the stairs, blood smear on the wall, and I came around and booted the front door. It turns out it wasn't locked. There's also a piece of masking tape over the ring camera, almost like somebody approached from the side and taped it. Okay. And then maybe she opened the door for somebody. First thing I noticed was an obvious head wound. They noticed after tearing the shirt and everything off, she had a good stab wound right there. So that's what we got. Husband should be here any minute. وقتی کارآگاه‌ها درباره برنامه بازجویی از خانواده کریستل و شوهرش حرف میزنن، دنیل میرسه سر صحنه و حرفشون رو نصف نیمه قطع میکنه. همون اولش به همه نشون میده که کاملا شوکه و داغون از اتفاقی که برای همسرش افتاده. I need you to stay back, sir. I understand. I need you to stay back here. Family's over here. Family's over here. Don't worry. Those trenches. Together so that you guys know one more time. What could have said? Someone leave me over there? تو این لحظه مامورا هیچ دلیلی ندارن که به اون شک کنن. واسه همینم وقتی داره این لحظه سنگین رو میگذرونه با اون با احتیاط رفتار میکنن. I didn't protect her. I was the person who attacked her. Let them know about تو مسیر این تراژدی مادر کریستل دنیل رو بغل میکنه تا اون رو آروم کنه. بدشانسی مامورا اینه که سخت‌ترین بخش کارشون هنوز تمام نشده. در حالی که خانواده بیرون خونه عزاداری میکنن، یک کارآگاه رو میفرستن مدرسه تا بچه‌های کریستل رو بیاره. بچه‌هایی که هنوز هیچ خبری از اتفاقی که برای مادرشون افتاده ندارن. وقتی کارآگاه میرسه سراغ دختر بزرگتر کریستل، میبینه که اون اوضاع روحیش حسابی به هم ریخته است. اون از طریق پخش زنده دوربین روی گوشیش داشته همه چیز رو نگاه میکرده و اونقدری از ماجرا رو شاهد بوده که بفهمه یه اتفاق وحشتناک افتاده. ولی چیزی که بعدش به کارآگاه میگه همون مسئله‌ایه که واقعا نگران کننده است. شخصی که مادرش رو استاک میکرده تازگی‌ها حرفای خیلی ترسناکتری میزده و ممکنه برای بقیه خانواده هم نقشه خطرناکی داشته باشه. دختر بزرگ کریستل به افسر پلیس میگه که گوشیش نوتیفیکیشن میداده که دوربین‌های خونه غیر فعال شدن و پلیس و آمبولانس در بیرون خونه بودن و برانکاردی هم در اونجا بوده که نتونسته بوده نگاه کنه که کی روی اونه. اون میگه بعد با پدرم تماس گرفتم و اون داشته گریه میکرده و حدوداً با خونه 7 دقیقه فاصله داشته. اون همینطور اشاره میکنه که مادرش توسط یکی از دوست پسرهای سابقش تهدید میشده و اونو تعقیب میکرده. این فرد از شماره‌های مختلف مادرش زنگ میزده، عکسای پدرش میفرستاده و تهدید میکرده که اونها رو میکشه. دختر کریستل میگه که این مرد از مادرش خواسته بود تو کشتن دنیل به اون کمک کنه، اما مادرش اصلاً با اون همکاری نکرده. چیزی که دختر کریستل میگه فقط نگران کننده نیست، حال به هم زنه. چون این به اصطلاح استاکر فقط خانواده رو تهدید نمیکنه، بلکه داره کل ماجرا رو توی خونه‌شون وارونه جلوه میده. داره جوری وانمود میکنه که انگار کریستل یواشکی باهاش دست به یکی کرده بود که دنیل رو بکشن. بچه‌ها رو هم طوری بازی میده که فکر کنن مادر خودشون خطرناکه، در حالی که دنیل رو مثل یه آدم بی‌دفاع جا میزنه که نیاز به محافظت داره و همین باعث میشه مامانشون کم کم براشون غیر قابل اعتماد به نظر بیاد. برای کارآگاه‌ها دنیل کم کم شبیه یه قربانی به نظر میاد.
برای شخص استاکر هم همه چیز دقیقاً طبق نقشش داره پیش میره. کارآگاه این اطلاعات رو ثبت میکنه و با کیت همسر برادر کریستل هماهنگ میکنه تا بچه‌ها رو سالم از مدرسه خارج کنن. اما توی صحنه جرم کارآگاه‌ها دارن کارشون رو ادامه میدن. اونا کل محله ها رو میگردن، با همسایه ها حرف میزنن و شروع میکنن فیلم های هر دوربینی که پیدا میکنن رو جمع میکنن تا رفت و آمدهای قاتل رو کنار همدیگه بذارن. تا اینجای کار مدرک کافیه که ثابت کنه آنتونی دوست پسر از سابق کریستل ماها استاکش کرده بود و همین باعث میشه که پلیس بتونه حکم دستگیری سراسری برای اون به جرم استاک کردن بگیره. به همه اداره‌های پلیس توی کشور خبر میدن که حواسشون بهش باشه. از طرفی هم چون یه قتل اتفاق افتاده و قاتل آزاده، بازپرس‌ها میتونن پرونده رو ارتقا بدن و حکم اضطراری از سرویس‌ها بگیرن تا بالاخره اطلاعات دیجیتالی که مدت‌ها منتظرش بودن رو سریعتر برای اونها ارسال کنن. اگه کارآگاه مارتینز اون فایل‌ها رو چند هفته زودتر گرفته بود، ممکن بود قضیه خیلی فرق کنه. تو همین مدت دنیل و بقیه خانواده رو برای بازجویی رسمی میبرن اداره پلیس. تو این مرحله روند پرونده کاملا معمولیه و بازپرسا فقط میخوان اظهاراتشون رو جمع کنن. اما حدود 2 ساعت بعد وقتی کارآگاه‌ها بالاخره میشینن پای صحبت با دنیل، یه دفعه مسیر معمولی بازجویی عوض میشه. دنیل به کارآگاه توضیح میده که سیستم امنیت خونه‌شون از طریق گوگل نس قابل دسترسی بوده. وقتی که از اون خواسته شد که گوشی رو برای دسترسی به اطلاعات لازم استفاده کنن، اون موافقت میکنه. دنیل میگه که 4 تا دوربین در خونه‌شون داره، یکی در زنگ در، یکی در سمت خونه، یکی در راه ورودی ماشین و یکی هم در درب پشتی. دوربین زنگ در حدود 2 ساله که نصب شده و بقیه دوربین‌ها از سپتامبر نصب شدن. اون همینطور اشاره میکنه که اخیراً یه مزاحمت‌هایی وجود داشته و با پلیس وقتی یه نفر وارد گاراژ خونه شده تماس گرفته. یه ماه بعد از اینکه دنیل اون مزاحم گاراژ رو توی سپتامبر گزارش داد، استاک شدن‌ها شروع شد و تا اون موقع این زوج چند تا دوربین دور خونه نصب کرده بودن به علاوه دوربین زنگ در. با اینکه کلی مراقبت امنیتی داشتن و پلیس هم تایید کرده بود که هیچ ردیابی روی ماشینشون نیست، شخص استاکر بازم راهی پیدا کرده بود که اونها رو دنبال کنه. عکس دنیل رو برای کریستل فرستاده بود که داشته میرفته سر کار و بهش پیام داده بود که دیدتش توی دندون پزشکی. وقتی کارآگاه داره دوربین‌های مداربسته رو چک میکنه تا خط زمانی رو بفهمه، یه چیز عجیب میبینه که دنیل رو غافلگیر میکنه. When do your cameras go off? Do you ever have them set to turn off? 24/7. Okay. They don't turn off. If you lose internet or in the app, you can turn them off. And who has the ability to turn off the cameras? Who has the ability to go in the app and turn these off? Christine, me, and It's all right. It's all right, Dan. سوال کارآگاه همینجوری الکی نبود. یه چیز عجیب توی اپ دوربین دیده بود که باعث شده بود اینو بپرسه. همه دوربینای خونه ساعت 8 و 15 دقیقه صبح خاموش میشن و تا 10-15 دقیقه خاموش میمونن. تنها دوربینی که کل این 2 ساعت روشن میمونه همونیه که سمت بیرون گاراژه. این باعث میشه بازه زمانی قطع دقیقاً محدود بشه به همین 2 ساعت. همین موقع کارآگاه مارتینز بالاخره میرسه به اتاق بازجویی. اون کارآگاه اصلیه که ماها پرونده تعقیب و آزار کریستل رو پیگیری میکرده و حالا اون پرونده تبدیل شده به یه چیز خیلی بدتر. میشینه جلوی شوهر داغون کریستل و با سنگینی اتفاقی مواجه میشه که هیچ کدوم نتونستن جلوی وقوعش رو بگیرن. اونا نتونستن کریستل رو نجات بدن. اونا نتونستن ازش محافظت کنن و حالا اینجا هستن که برای از دست دادنش عزاداری کنن و سعی کنن بفهمن چه اتفاقی افتاده. دنیل به کارآگاه مارتینز میگه که سعی کرده از کریستل محافظت کنه و مارتینز با اون میگه که تقصیر تو نیست. مارتینز بعد از اینکه نتونسته به تماس‌ها پاسخ بده از اون معذرت خواهی میکنه و میگه که امروز اصلا سر کار نبوده. وقتی حال دنیل میریزه به هم، یه چیزی توجه کارآگاه مارتینز رو جلب میکنه. دنیل داره گریه میکنه ولی اشکی نمیریزه. کارآگاه اینو عجیب و یکم نگران کننده میبینه. مارتینز برای اینکه بیشتر کنکاش کنه قصد داره یه لحظه با دنیل تنها باشه تا بفهمه زیر پوسته ماجرا واقعا چه خبره. و همین که شروع میکنه به سوال پرسیدن، اوضاع ملتهب میشه. I know you said that you don't think that there was somebody else. she said. Okay. Why do you keep asking? I'm just trying to put everything together to kind of get a bigger picture, because you said that she's been acting kind of weird lately and, you know, being very secretive and
withholding of information for you. So I'm just trying to understand, I guess, so we can backtrack what she's been doing this past month. سوال کارگاه مارتینز اینجا نشون میده که داره به چی فکر میکنه. اون هنوز دنیل رو از لیست مظنونهاش حذف نکرده. کریستل و دنیل توی دوره جدایی بودن و سوال کارگاه مارتینز به خاطر اینه که ببینه حسادت یا چیز دیگه‌ای تونسته توی مرگ کریستل نقش داشته باشه یا نه. وقتی کارگاه تنش توی جواب دنیل رو حس میکنه، تصمیم میگیره دیگه بیشتر فشار نیاره. ولی همون موقع برای یه استراحت کوتاه میرن بیرون. دنیل یه چیزی میگه که معلوم میکنه کارگاه زده به هدف. بعد از اینکه کاراگاه ها اطلاعات اولیه رو از دنیل میگیرن، بچه هاش بالاخره میرسن اداره پلیس. اونا هنوز نمیدونن چه بلایی سر مادرشون اومده، فقط میدونن یه اتفاق خیلی بدی افتاده. به دنیل خبر رسیدنشون رو میدن و بهش حق انتخاب میدن. یا باید خودش بهشون بگه یا بذاره پلیس و خانواده کریستل خبر را برسونن. دنیل به جای اینکه بذاره شخص دیگه این حرف رو بزنه، اصرار میکنه خودش به اونها بگه. تصمیمی که از بیرون مهربانانه به نظر میاد، ولی زیرش یه جور کنترل ماجراست تا بتونه روایت رو دستش بگیره و رو دیدی که بچه‌هاش دارن تأثیر بذاره، حتی وسط همچین فاجعه‌ای. بعد از این ماجرا بازپرسا بازجویی از خانواده کریستل رو شروع میکنن. اینجاست که ماجرا شروع میکنه به نگران کننده شدن. تا اینجای کار پرونده ساده به نظر میومد. کریستل یه استاکر داشت که همون دوست پسر قبلیش آنتونی بوده. اون استاکر کریستل رو میکشه، پس اگر آنتونی پیدا بشه قاتل کریستل هم پیدا شده. اما وقتی کاراگاه ها شروع میکنن با پدر و مادر کریستل و برادر و همسر برادرش حرف میزنن، ماجرا خیلی پیچیده تر هم میشه و چیزایی که بعدش میفهمن مجبورشون میکنه هر چی تا حالا در مورد کریستل و ازدواجش و حتی استاکرش فکر میکردن زیر سوال بره. بازجویی از پدر کریستل. پدر کریستل به کاراگاه میگه که تهدیدات از سوی دوست پسر سابق کریستل بوده، نه شوهر اون. اون توضیح میده که این فرد یه زمانی که کریستل 18 سالش بوده دوست پسر اون بوده. پدر کریستل میگه که اون فرد 2 روز پیش به کریستل پیام داده و گفته که آماده است تا شوهرش رو از سر راه برداره و به گونه‌ای وانمود میکنه که کریستل از ابتدا در نقشه قتل شوهرش دخیل بوده. بازجویی از کی کاراگاه میگه که کریستل خیلی نگران فردی به نام آنتونی بوده و اون همیشه حس میکرده که یه چیز عجیبی پشت این قضیه وجود داره، اما دقیقاً نمیتونسته بگه چه چیزی. اون میگه که کریستل میگفته آنتونیه، اما رفتار آنتونی خیلی تغییر کرده بوده و قبلا هیچ وقت حرفای جنسی نمیزده. حرفایی که اخیراً به اون زده بود خیلی تند و عجیب بودن. خواهر دنیل ادامه میده که احتمالاً کریستل خودش هم شک کرده بوده که شاید اصلا این فرد واقعاً آنتونی نبوده. بازجویی از برادر کریستل. برادر کریستل به کاراگاه میگه که کریستل به اون گفته بود که از شوهرش جدا شدن، اما 1 ساله که هنوز دارن با هم زندگی میکنن. اون توضیح میده که وقتی از کریستل پرسیده که آیا اون فرد مزاحم آنتونیه، کریستل کاملا مطمئن بوده که این کار آنتونیه. برادر کریستل میگه که مادرشون همیشه شکاک بوده و از اینکه پیدا کردن آنتونی اینقدر برای پلیس سخته واقعا ناراحت بوده. اون میگه که مادرشون ممکن بود بعضی وقتا فکرای بدی بکنه و احتمالاً فکر میکرده که شاید دنیل توی این قضیه دخیل باشه. برادر کریستل تاکید میکنه که از نظر اون دنیل فردی نبوده که همچین کاری انجام بده. با اینکه برادر کریستل لارس نسبت به شک‌های مادرش یکم بدبین به نظر میرسه، ولی درست میگه، چون منطقی نیست که آنتونی ماها پیدا نشه و هیچ کس نتونه رد اونو بزنه. لارس بعدن توضیح میده که دید کریستل و دنیل به ازدواجشون خیلی متفاوت بوده. کریستل میخواسته تمومش کنه ولی دنیل نه. خانواده‌شون هم رابطه‌شون رو خراب و به هم ریخته میدیدن، ولی نه خشن. وقتی این حرفا رو گوش میدی یه چیزی کاملا معلوم میشه. هر کدوم از اعضای خانواده حس میکردن یه چیزی در مورد این استاکر عجیب و غریبه. یه حس مشترکی داشتن که نمیتونستن درست بیانش کنن و وقتی کاراگاه‌ها با مادر کریستل صحبت میکنن اون خیلی واضح این شکش رو مطرح میکنه. مادر کریستل به کاراگاه میگه که کریستل ازدواج کرده بود و 3 تا بچه داشت. اون توضیح میده که چند ماه آخر زندگی کریستل و شوهرش بسیار سخت و آزاردهنده بوده و اوضاع خوبی نداشتن. مادر اون اضافه میکنه که شوهر کریستل دنیل فردی بوده که سریع عصبانی میشده ولی هیچ وقت به اون آسیب نزده. اون میگه که دنیل بچه‌ها رو اذیت میکرد، هرچند بعضیا فکر میکردن که تنبیه بدنی برای بچه‌ها درسته.
مادر اون اشاره میکنه که کریستل به اون گفته بود که دنیل در حال انکار کردن جداییشونه و اونم بهش گفته بوده که ازدواجشون تمام شده و فقط به خاطر فرزنداشون تا زمان فارغ التحصیلی اونا اونجا میمونه. اون میگه که حس خاصی داشته که نمیتونسته از ذهنش بیرون کنه و از کاراگاه میپرسه که آیا این کار آنتونی بوده؟ این که بگه شاید دنیل یه جورایی توی این ماجرای استاکر دست داشته اتهام خیلی سنگینیه و همین اوضاع رو برای کاراگاه‌ها خیلی پیچیده‌تر میکنه. توی این مرحله خود خانواده دو دسته شدن. برادر کریستل لارس کلاً این فکر که دنیل میتونه دخیل باشه رو رد میکنه و میگه فقط یه تئوری توته است. ولی بقیه حس میکردن یه چیزی در مورد آنتونی و کل ماجرای استاک شدن غیرعادیه. وقتی کاراگاه‌ها حرفای همه رو شنیدن، بازجویی‌ها رو تموم میکنن و دوباره دور همدیگه جمع میشن تا ببینن کل ماجرا به چه شکله. کاراگاه‌ها با کنار هم گذاشتن همه اطلاعات به یه تصویر روشن‌تر از وضعیت فعلی پرونده رسیدن. بازجویی از خانواده به اندازه کافی نگرانی ایجاد کرده بود و تنش توی ازدواج هم اونقدر زیاد بود که کاراگاه‌ها بخوان تصمیم بگیرن که دنیل رو حذف نکنن و رسما تبدیل بشه به یک مظنون احتمالی. ولی حتی با اینکه دنیل زیر ذره‌بینه، آنتونی همچنان مظنون اصلی و واضح توی پرونده قتل کریستل به حساب میاد. تهدیداش و اون کمپین استاک کردنی که هفته‌ها طول کشید هنوز باعث میشه خودش وسط ماجرا باشه. با این حساب کاراگاه‌ها میدونن قدم بعدیشون چیه. وقتشه آنتونی رو پیدا کنن. حدودای ساعت 3 بعد از ظهر همون روز پلیس بالاخره بعد از ماه‌ها اولین سرنخ درست حسابی رو گیر میاره. کاراگاه‌ها بعد از اینکه هر چی از آنتونی هالند داشتن رو زیر رو میکنن، به یه آدرس احتمالی توی یوتا میرسن. چون کاراگاه‌های برانفیلد خودشون نمیتونن به اون دسترسی پیدا کنن، با اداره کلانتری یوتا هماهنگ میشن و اسم، عکس و آدرسی که فکر میکنن اونجاست رو باهاشون به اشتراک میذارن. تا الان آنتونی فقط یه اسم توی ایمیل‌ها و تهدیدها بوده، یه آدم دور که هیچ کس واقعا ندیدتش. واسه همین وقتی مامورا بالاخره ردش رو پیدا میکنن، تبدیل میشه به اولین فرصت واقعی برای روبرو شدن با مردی که ماها دنبال اون بودن. I'm going to ask you a couple of names to see if you recognize any names. Okay. Have you ever heard of the name Crystal Krug? She may have been Grimsrod when you knew her. Yeah. And do you know a Daniel Krug? No. No? How do you know Crystal? She was an ex-girlfriend. She's an ex-girlfriend? Long ago? 1999. Oh, so like a long while ago. She was my very first girlfriend ever. Oh, okay. Been a minute? It's been a minute, yeah. Like since you moved from Durango? Yeah. Yeah. And it's to a sergeant with the Broomfield Police Department. Okay. To him. All right. They have an incident. I don't know the full details of their incident out there, and so I'll let him talk to you about that aspect. He had asked us to come out here to your house and talk with you. They were debating on, you do have an active warrant out of Broomfield Police Department, and they were debating on if they were going to have us arrest you or not. They are not going to have us arrest you on it. I'm going to advise you of the fact that you do have a warrant out of Colorado, and you can talk to this sergeant about the details of it, if that makes sense. وقتی مامورا با آنتونی حرف میزنن مشخص میشه که مست و گیج میزنه. بعد از اینکه ماجرا رو براش توضیح میدن، شروع میکنه خط زمانیش رو گفتن و اصرار داره که اصلا از یوتا بیرون نرفته و صبح رو پیش خانواده‌اش بوده و اصلا نزدیک کلرادو هم نشده. مامورای یوتا که حرفاش رو کامل میشنون، میرن تا تک تک قسمت‌های داستانش رو چک کنن. تو همین فاصله کاراگاه‌ها توی کلرادو دوباره جمع میشن تا پرونده رو از نو بررسی کنن. با اینکه آنتونی هنوز منکر همه چیزه، کاراگاه مارتینز سراغ تنها زاویه‌ای میره که هنوز کامل بررسی نکرده. شوهر کریستل، دنیل، چون هیچ وقت حسادت یا رابطه پنهانی رو به عنوان انگیزه قتل در نظر نگرفته بوده. پس تصمیم میگیره بیشتر توی گذشته دنیل کنکاش کنه. همونجاست که به یه چیز جالب ولی خیلی نگران کننده برمیخوره. وقتی مارتینز داشت گزارش‌های قدیمی رو زیر رو می‌کرد، به یه شکایت قدیمی ولی حل نشده در مورد تعقیب و آزار برمیخوره که پروندهش بسته شده بوده. قربانی که شکایت رو ثبت کرده خانومی به اسم کریه و معلوم میشه که دوست دختر قبلی دنیل بوده. هر چی کاراگاه مارتینز بیشتر پرونده رو میخونه، ماجرا ترسناکتر میشه. توی گزارش نوشته بود یه مرد درگیر چند هفته دنبالش میکرده و با جعل هویت‌های آدم‌های مختلف با اسمای قلابی اون رو بازی میداده. کاراگاه‌ها خیلی زود کری رو پیدا میکنن و میارنش برای بازجویی.
وقتی باهاش صحبت میکنن به ماجرایی برمیخورن که اینقدر شبیه داستان کریسل بود که یه فرضیه کاملا جدید رو جلوشون میذاره. کری دوست دختر سابق دنیل به کاراگاه میگه که بعد از 1 سال دانشگاه رابطش رو با دنیل تمام کرده. اون توضیح میده که دنیل خیلی احساسی شده بود و بعد از جدایی به شدت گریه میکرده و از اون میخواسته که دوباره با اون تماس بگیره. کریم میگه که بعد از این شروع به دریافت پیام‌هایی از طرف هم‌اتاقی دنیل به نام تام از طریق اینستنت مسنجر کرده. اون میگه که تام واقعا وجود داشته و زمانی که با اون تماس میگرفت بعضی اوقات تام تلفن رو جواب میداده. به گفته کری تام نقش یه آدم دلسوز رو برای دنیل بازی میکرد و سعی میکرد اون رو تشویق کنه تا با دنیل در تماس باشه. اون احساس میکرد که دنیل به خودکشی فکر میکنه و وضعیت روحیش بعد از جدایی خیلی بد بوده. در نهایت کریم متوجه میشه که تام در واقع خود دنیل بوده و تمامی پیام‌ها از طرف اون ارسال میشده، نه از طرف تام. چیزی که کری برای کاراگاه تعریف میکنه خیلی آشناست. هرچی میگه دقیقاً همون الگویی رو تکرار میکنه که کاراگاه‌ها توی ماجرای کریستل دیده بودن، ولی شباهت‌ها به همینا محدود نمیشه. کری دوست دختر سابق دنیل به کاراگاه میگه که اون و دوستاش از خوابگاه با چند تا دانشجوی آکادمی نیروی هوایی آشنا شدن. چند روز بعد پیامی از شخصی به نام نیک کلاک دریافت میکنن که به اون گفته بود شایعی در آکادمی میچرخه که اون یک آدم دم دستیه و با کسی از آکادمی نیروی هوایی رابطه داشته. کریم میگه که نیک قصد داشته رابطه‌اش رو با هر کسی که به آکادمی نیروهای هوایی ارتباط داشته خراب کنه. اون همینطور اشاره میکنه که بعد از اون ماجرا با یه دانشجو به نام مارک هانسن قرار میذاشته، اما نیک دوباره ظاهر شده و پیام‌های جدیدی برای اون فرستاده. بعد مارک برای کری یه قرار ملاقات با دفتر تحقیقات ویژه آکادمی ترتیب میده. کری توضیح میده که در اون جلسه از اون خواسته شده بود که ایمیل ها رو بررسی کنن و بعد از تحلیل مشخص میشه که این پیام ها از طرف دنیل بوده. کری بعدش توضیح میده با اینکه شک داشتن ولی هیچ مدرک کافی نداشتن که دنیل رو به اون پیامایی که براش فرستاده بودن ربط بده. همه چی از کتابخونه عمومی فرستاده شده بود و به خاطر همین همه اون حرفایی که میزد فقط در حد شک و گمان میموند. ولی حتی بدون مدرک هم شباهت تجربه های این دوتا زن اصلا قابل چشم‌پوشی نیست و برای اولین بار کارآگاه ها شروع میکنن به فکر کردن به یه احتمال چهارم که اصلا توی مخیله‌شون هم نمی‌کنجه. اگه دنیل داشته با همه بازی میکرده چی؟ اگه خودش رو داشته جای آنتونی جا میزده چی؟ اگه از اولش هم خود دنیل مغز متفکر پشت کل این ماجرای استاک و آزار بوده باشه چی؟ کارگاه مارتینز اطلاعات بازجویی کری رو میگیره و با همین اطلاعات دنیل رسما تبدیل میشه به یک مظنون اصلی در کنار آنتونی. تو این مرحله تنها چیزی که میتونه یه جواب قطعی بهشون بده مدارک دیجیتاله. تو مدتی که منتظر مدارک دیجیتال هستن مارتینز چیزی دریافت میکنه که میتونه فوراً روش کار کنه. کل مجموعه فیلم‌های دوربینای مداربسته‌ای که از محله و محل کار دنیل جمع شده بود. بازپرس‌ها با این حجم از مدارک که بالاخره میرسه دستشون میشینن و شروع میکنن کل اتفاقایی رو که از قبل از کشته شدن کریستل اتفاق افتاده بود کنار هم میذارن. کمی قبل از ساعت 8 صبح کریستل بعد از رسوندن بچه‌ها میرسه خونه. ماشین رو میبره توی گاراژ، در رو میبنده و همه چیز طبیعی به نظر میاد. چند دقیقه بعد حدود 8:15 صبح کل سیستم امنیتی میره روی حالت آفلاین. تمام دوربینا بجز دوربین بیرون گاراژ برای 2 ساعت از کار میافتند. 8:25 همون یه دونه دوربین چیز خیلی نگران کننده ای ضبط میکنه. دنیل خونه رو ترک میکنه تا بره سر کار، دیرتر از زمانی که معمولاً میرفته. یکم بعد از زمانی که پزشکی قانونی فکر میکنه کریستل کشته شده، از اونجا فیلم‌های محل کار نشون میده دنیل حدود ساعت 9 صبح توی ساختمون راه میره، به همکاراش سلام میکنه و کاملا عادی به نظر میرسه، انگار که هیچ اتفاقی توی خونه نیفتاده. وقتی بازپرسا فیلم خونه‌های اطراف رو چک میکنن، میبینن تمام صبح هیچ کسی سمت خونه نیومده. همه چی توی خط زمانی طوریه که هر دقیقه دنیل مشکوک‌تر نشون داده میشه. با این اتفاقای جدید کاراگاه دوباره دنیل رو میاره برای یه بازجویی دیگه. اون وارد اتاق میشه و فکر میکنه قراره فقط یه سری کارهای روتین و پیگیری‌های معمول انجام بشه. اصلا خبر نداره از دفعه قبل که اینجا نشسته بود چقدر همه چیز عوض شده. اینجاست که نقشه‌ای که دنیل ماها براش برنامه‌ریزی کرده بود کم کم شروع میکنه به فرو ریختن. این بار کاراگاه مارتینز با یه انرژی کاملا متفاوت از قبل وارد اتاق میشه. دیگه نمیخواد دنیل رو سبک و سنگین کنه. با یه هدف مشخص اومده و میخواد چیزایی رو که کشف کردن رو باهاش روبرو کنه و ببینه بالاخره گاردش فرو میریزه یا نه. How you feeling right now? Just kind of about everything. Numb. Everything hurts. Feel anything?
I have two different voices going through my head right now. I have my brother Matthew. Yeah, I've mentioned him. He's the sheriff's lieutenant. And I have his voice saying, talk to the police. And in typical cop fashion, you married a prosecutor. So I have Lynn's voice in my head going, get a fucking lawyer. همون اول دنیل مصاحبه رو راحت و عادی شروع نمیکنه. با یه حقه حساب شده شروع میکنه. با اشاره به اینکه احتمالاً وکیل میخواد بگیره. داره به کاراگاه هشدار میده اگه زیاد فشار بیارین بازجویی تمومه. این حرکت هوشمندانه ایه. اما کاراگاه مارتینز یه نقشه دیگه داره. به جای روبرو شدن با حرفاش، حرف رو میبره سمت رابطش با کریستل تا فضا امن‌تر به نظر بیاد و دنیل راحت‌تر حرف بزنه. اما اگه دنیل هر دلیلی برای کنار زدن کریستل داشته باشه، اینجاست که باید خودش رو نشون بده. دنیل به کاراگاه میگه که اون کریستل رو به عنوان شریکش برای محافظت از خانواده‌اش میدیده، اما حس نمی‌کرده که اون براش ارزش قائل باشه. دنیل میگه که در اون زمان به کریستل گفته بود که نمیخواد برای کسی بمیره چون احساس میکرده که دیگه برای مهم نیست. اون میگه اون زمانی که این حرفو زدم داغون بودم و چیزی که میخواستم بشنوم این بود که کریستل بگه برام مهمی، ولی اون همچین حرفی نمیزنه. با اینکه دنیل در مورد وضعیت زندگیشون راستش رو میگفت، ولی برای کاراگاه‌ها همچین لحظه‌هایی فقط شکشون رو بیشتر میکنه. دلخوری، پس‌زدگی، یه زندگی مشترک در حال خراب شدن، اینا چیزایی هستند که اگه شرایط بد باشه میتونن تبدیل به انگیزه جرم بشن. و اینجاست که یه دفعه مسیر بازجویی عوض میشه. دنیل هنوز نمیدونه که از آخرین بازجویی تا حالا کاراگاه‌ها چیزایی به دست آوردن که واسه همین لحظه نگهش داشتن. بالاخره یکی از شرکت‌های ارائه دهنده به حکم فوریشون جواب میده و بخشی از داده‌های دیجیتالی که لازمش داشتن رو میفرسته و معلوم میشه ایمیلایی که اون استاکر میفرستاده و هفته‌ها کریستل رو میترسونده از یه جای خیلی نزدیکتر ارسال میشده. کاراگاه به دنیل میگه که اون حساب جیمیل همون حساب کیکمنیه که عکس تو داخلش بوده و اون از دفتر ردیابی کردیم. کاراگاه توضیح میده که بیشتر این حساب‌ها از آی‌پی‌های نشأت میگرفتن که به دفتر خودت مربوط میشن. دنیل پاسخ میده که دفترش داره وایفای عمومی برای کارمنداه و این احتمال وجود داره که از وایفای عمومی مجموعه استفاده شده باشه. کارگاه میگه که در حال هماهنگی با مدیر برای اینکه دریافت اطلاعات آی‌پی تا دستگاهایی که از اون آدرس استفاده کردن رو بررسی کنه. دنیل بر این باوره که این اتفاقات هیچ کدومشون منطقی نیستن. دنیل قاطی کرده و نمیدونه کارگاه مارتینز داره حرفو به کجا میبره. ایمیلایی که به اون استاکر ربط داشتن حالا برگشته بودن به محل کار دنیل، چیزی که اصلا انتظارشو نداشت کارگاه‌ها بدونن. دنیل با اینکه یکم مضطربه اما هنوز داره همکاری میکنه. کارگاه‌ها تصمیم میگیرن بیشتر فشار بیارن چون یه چیز دیگه هم داشتن که تا الان از دنیل پنهان کرده بودن. موقع بررسی همزمان ادعای بیگناهی آنتونی، مامورای یوتا یه چیز کوچیک اما مهم فرستادن. یه رسید خرید با زمان مشخص که نشون میداد آنتونی همون صبح توی یوتا بوده، کیلومترها دورتر از کلرادو، موقعی که کریستل کشته شده بود. مارتینز و همکارش موقعیت رو مناسب تشخیص میدن تا ببینن وقتی به دنیل فشار مستقیم میارن و مجبورش میکنن به این احتمال فکر کنه که ممکنه خودش استاکر باشه چه واکنشی نشون میده. Also, let's add on top of that the fact that there's, as far as we know right now, there's no physical way that Kickman could have been involved in this based on where he's at right now. So, you know, the mystery continues and I'd ask you, husband. Things are certainly pointing in one direction right now. Well, and you've given us reason. Here's the other thing, Daniel, is I sympathize with the fact that you're in an extremely frustrating situation. I know you want to be a part of your kids' lives, but you can also sense that's why we're asking all these questions. Fidelity and everything else. Is there some other mystery man that we don't know about? I have been faithful. Period. You know Anthony has reached out to her in the past, number of times. She's very open. Right. The last time was 2016-ish. He had asked her at one point if she wanted to have sex. If there's any bit of question about infidelity, whether it's with Anthony or anybody else, we might create an account to see if Christile's actually interested in Anthony. So we ask her, push the bounds a little bit, and see if
that will confirm our suspicions of infidelity. You don't get the response and the openness you once did for about 28 days, from October 2nd to October 31st. So you amp it up a little bit, send a photo of yourself to her, and an account you created. I get the narrative you're putting together, but it alleges that I would do this to my children. But I think ultimately what happened today would bring you the closest to your children that you've probably ever been in your mind. I'm very close to my children. You're afraid to lose time with them if you get the divorce. کاراگاه‌ها کاملا تونستن واقعیت دنیل رو درست و واضح بیان کنن. واقعیتی که شاید حتی خودشم کامل بهش اعتراف نکرده. مردی که از شدت ترس از دست دادن بچه‌هاش، از شدت نیاز به کنترل کردن خانواده‌اش و وقتی حس می‌کرد اوضاع داره از دستش در میره، حاضر بود هر کاری بکنه، حتی اگه به قیمت قتل تموم بشه. صداقت خشن کاراگاه دنیل رو ساکت میکنه. نه مخالفت میکنه، نه این کار، هیچی نمیگه. آروم اونجا نشسته، انگار یه جورایی تسلیم شده، با قیافه آدمی که تازه فهمیده همه دارن راحت دروغاش رو میفهمن. دنیل به کاراگاه میگه که اگه این اتفاقات رو توی یه فیلم میدید، حدس میزد که فرد دیگه‌ای درگیر باشه. کاراگاه بهش توضیح میده که یه فرد تونسته دوربین‌ها رو خاموش کنه و از آیپی دفتر دنیل استفاده کنه تا حساب بسازه و پیام و عکس بفرسته و نقش یه استاکر رو بازی کنه. دنیل تاکید میکنه که اون این کارا رو نکرده و خودش یه تحلیلگر شبکه میدونه که به داستان نویسی علاقه داره و سر از این کارهای جنایی در نمیاره. کاراگاه ادامه میده که بیشتر این حسابا از آیپی هایی به دست اومدن که به دفتر دنیل مربوط میشن. دنیل میگه که این اصلا منطقی نیست و توضیح میده که دفترش وایفای عمومی داره. کاراگاه میگه که ما در حال هماهنگیم برای دریافت اطلاعات آیپی تا بفهمیم چه دستگاه‌هایی از اون آدرس استفاده کردن. کاراگاه اشاره میکنه که زمانبندی این قضیه اصلا منطقی نیست و نمیشه یه فردی حساب بسازه، عکس بفرسته، بعدم هیچ وقت از اونها استفاده نکنه. دنیل میگه که هیچ کدوم از اینا منطقی نیست. کاراگاه به دنیل میگه اون فردی که تو دنبالشی، یعنی آنتونی، یه اشتباه بوده. اون فرد نمیتونسته در حالت مستی و گیجی مسیری 6 ساعته رو تا کیکمن رانندگی کنه. دنیل احساس میکنه که کاراگاه داره اونو متهم میکنه و کاراگاه به اون میگه که اطلاعاتی دارن که به سمت اون اشاره میکنه و امیدوارن که اون توضیح غیر از من نبودم بده. کاراگاه بعد میپرسه که چه واکنشی داره اگه به اون بگن که کریستل به دیگران گفته بوده ممکنه دنیل اونو استاک کرده باشه. دنیل جواب میده که کریستل خودش این سوال از اون پرسیده و اون جواب منفی داده. کاراگاه میگه که فکر میکنه موضوع بیشتر از این حرفا باشه و میخواد بدونه چه چیزی باعث عصبانیت دنیل شده و باعث شده به کریستل آسیب بزنه. دنیل میگه که نمیدونه چه اتفاقی افتاده و به کاراگاه میگه که فقط یه نفر میتونه حقیقتو بگه. کاراگاه به اون میگه که معتقده که دنیل بعد از دونستن یا مشکوک شدن به خیانت کریستل عصبی شده و کاری کرده که حالا پشیمونه. دنیل پاسخ میده که همه سوالات اونا رو جواب داده و از کاراگاه میخواد تا حقیقت رو پیدا کنه. دنیل تا اینجای بازی هر چقدر آروم مونده بود، آخر سر دیگه کم میاره و نقش بازی کردنش رو کنار میذاره. داستانش دیگه فرو ریخته. کاراگاه کاملا دروغاشو خونده و خودش هم اینو میدونه. وقتی دیگه هیچ دستاویزی برای دنیل باقی نمیمونه، خیلی آروم میگه که وکیل میخواد و بازجویی تموم میشه. با اینکه هنوز اصرار میکنه بیگناهه، یه چیز رو خودش اعتراف میکنه، چیزی که هیچ کس تا الان ازش خبر نداشته. خود کریستل روبروش وایساده بود و بهش گفته بود که فکر میکنه استاکر خود دنیل باشه. شنیدن این حرف از زبون دنیل واقعا برای کاراگاه مارتینز تکوندنده بود، چون به نظرش اینجور مواجهه ها میتونه باعث بشه که همه چیز از کنترل خارج بشه. اما بدون مدرک قطعی کاراگاه ها هنوز نمیتونن بگن دنیل واقعا مقصره. با اینکه بازجویی تموم شده، دنیل رو برای مدارک فیزیکی بررسی میکنن و از ساختمون پلیس میبرنش بیرون. اما قبل از اینکه بره برمیگرده و حرفای آخرش رو به کاراگاه ها میگه. You don't believe that? Fine. Just don't stop looking elsewhere. Do something. Okay? Find the fucker who did this. پرونده توی 2 روز آینده تبدیل میشه به اولویت اصلی اداره پلیس. هر مأمور قابل دسترسی روی این قضیه کار میکنه و همونجاست که کم کم تحقیق به نتیجه میرسه.
مامورای یوتا بالاخره کار تایید ادعای بیگناهی آنتونی رو تمام میکنن. اونا فیلم دوربین‌هایی رو پیدا میکنن که نشون میده آنتونی موقع قتل کریستل توی یوتا بوده. هیچ سابقه سفر یا ثبت پلاک ماشینی هم نیست که نشون بده نزدیک کلرادو بوده باشه. بعدش هم آخرین بخش مدارک دیجیتال میرسه و این دفعه حجمش اونقدر زیاده که همه چیز رو روشن میکنه. اون گوشی‌های یک بار مصرفی که باهاشون پیام تهدیدآمیز برای کریستل فرستاده شده بود، با کارت هدیه ویزایی خریده شده بودند که به اسم دنیل گروک ثبت شده بودند و رکورد دکل‌های مخابراتی نشون میده اون گوشی‌های یک بار مصرف همیشه دقیقاً همون جایی بودن که گوشی شخصی دنیل بوده. یعنی هر دو تا گوشی همزمان دست خودش بوده. بعدش آخرین ضربه وارد میشه. کارآگاه‌ها سرچ‌های اینترنتی دنیل توی شب قبل از قتل رو پیدا میکنن. برای اینکه کسی بیهوش بشه باید چقدر محکم به سرش ضربه بزنی. چه زمانی آسیب به سر نگران کننده محسوب میشه. این پازل دیگه داره کامل میشه. آنتونی دیگه توی این معادله نیست. هیچ استاکر مرموزی وجود نداره. از اولش فقط خود دنیل بوده. حالا کارآگاه‌ها دقیقاً میفهمن که چه اتفاقی افتاده. دنیل این شخصیت استاکر رو ساخت تا به طرز بیمارگونه‌ای دوباره کنترل زندگی مشترک در حال فروپاشیش رو به دست بگیره و وقتی کریستل به اون شک میکنه اون رو به قتل رسون تا همه چیز رو پنهان کنه. تو 16 دسامبر حکم جلب دنیل گروک صادر میشه. مامورا سریع اعزام میشن و وقتی پیداش میکنن که توی مسیر محل اجرای رقص دخترشه. واحدای گشت که بهش نزدیک میشن رفتار دنیل به نظرشون مشکوک میاد. به نظر میرسه داره برمیگرده سمت ماشینش و مامورا فکر میکنن شاید میخواد فرار کنه. This is a detective. You know, go. Just get right. All right, we're coming up in front. Just get up and bump the back. No, fuck. Go. Just go. Go. Show us your hands. Show us your hands. Hands on your face. Hands on your face. Hands on your face. Under red. دنیل گروک بدون هیچ درگیری دستگیر میشه. توی هفته‌های بعد پلیسا کار خودشون رو تموم میکنن. مدارک دیجیتال، خط زمانی دوربین‌ها، دیتاهای گوشی همش برمیگرده به یک نفر. کارآگاه مطمئن میشن که دنیل گروک به تنهایی نقشه رو پیش برده. یه استاکر جعلی ساخته، تقصیر رو انداخته گردن دوست پسر سابق همسرش و بچه‌هاش و پلیس‌ها رو بازی داده. قبل از اینکه پرونده برسه به دادگاه، دنیل به طور رسمی میگه که خودش رو بیگناه میدونه. توی آوریل 2025 پروندهش وارد دادگاه میشه. داستانی که دادستان‌ها ارائه میکنن به طرز وحشتناکی واضحه. از اون طرف وکیلای دنیل میگن هیچ مدرک فیزیکی وجود نداره که نشون بده اون توی صحنه جرم بوده و نمیتونه قاتل باشه. بعد از اینکه هر دو طرف حرفاشون رو میزنن، هیئت منصفه حدود 2 روز مشورت میکنه و در 17 آوریل 2025 با رأیشون برمیگردن. دنیل به جرم قتل درجه 1، استاک کردن و جعل هویت مجرم شناخته میشه. به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.